زندگی با آشنایی و جدایی بگذرد، هم خدایی بگذرد هم به خدایی بگذرد. هر کسی بفروخت ما را، من ندانم چی خرید. به بهایی بگذرد، ارزان بهایی بگذرد. سلام و درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. با تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می بخشیم. مهمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فیلولوژی پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов استاد عزیزمان نورعلی نورزاد هستند. استاد خوش آمدید میگویم به برنامه ما. در برنامه امروزه نیز میخواستیم یکی از شعرهای استاد لایق را با بینندگان گرامی ما شرح و تفسیر بفرمایید تا از معناهای دامنه‌دار آن واقف کردن. غزلی که ما انتخاب کردیم، ما سال خورده هستیم یا سال خورده ما را. میخواستیم آن معناهایی که بیننده خواننده عادی آن را درک کرده نمیتواند و بینندگان گرامی ما میفهماندید. تشکر. واقعا این غزلی که انتخاب شده است در کنار اینکه هم موضوعات فلسفی و هم موضوعات اجتماعی زندگی انسان را فرا میگیرد، نکته های خیلی مهمی از اندیشه، جهان اندیشه استاد لایق، احساسی گوارا هم و حتی گفتم ممکنه که گاهی که در زندگی انسان با احساسات ناگوار هم روبرو میشه تفسیر شدن. و ببینید از همین بیت آغاز که ما سال خورده هستیم یا سال خورده ما را، عمر برده بر سر یا عمر برده ما را. خیلی یک اینو در اصطلاح ادبیات شناسی یعنی همین سال خورده یا سال خورده، مثلا عمر برده یا عمر برده، یک نوعی از بازی با کلمات میگن. یعنی هم سال خورده به معنی سالمند، کهنسال، و سال خورده که اینجا خیلی مطلب های مهم نهان است. مثلا میگن که یعنی ما این در یک نوع صنعت هم هست، تجاهل عارف میگن، یعنی خود را دیده به نادانی زدن. یعنی البته ببینید که این غزلی که سال 1971 نوشته شده است، یعنی سالهایی که مثلا استاد لایق یک جوان بودن، 30 ساله، و یک اندیشه‌ای که مثلا خیلی پیشرفته است. یعنی ما سال خورده هستیم، معلومه که سال خورده نیستن، اما مثلا یعنی یک احساسی که همین شاعری که از پیشرفت سخن میگن و بعضا گاه‌ها یک احساس پیدا میشه در انسان که خودش گویا یعنی فکر میکنه که یک خیلی از عمر پیموده است. و بعدا ببینیم که در نکته دیگر یعنی سال خوردن به معنی یعنی خوردن انسان، یعنی سال رفتن، یعنی یا اذیت دیدن از آن گذشته عمر، یک اذیت دیدن. معلوم است که یک شعری هست که در یک حالتی روانی خاص ایجاد شده است و ببینید ما عمر برده هستیم، یعنی عمر برده هستیم یا ما عمر برده بر سر یا عمر برده ما رو، یعنی یا ما مثلا عمر بر سر بردیم یا عمر ما رو برد. یک چیزی که یعنی فلسفه‌ای که با گذشته عمر پیش از ما اشاره میکنه. و بعدا یعنی هر چند که مثلا استاد لایق از مثلا سال خورده یا عمر بردن گذشته عمر سخن میکنن، اما یک همون احساسی که خاص شاعران است، یعنی دور دیدن، آینده نگری در همین مثلا در همین بیت خیلی مهم تجسم می‌شود. مثلا ببینید در بیت دیگر میگن که ما جانسپار بودیم در حاجت زمانه، یعنی اونقدر با مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یعنی زمان جانسپاری کردیم. معلوم است که این جانسپاری شاعران پیش از ما، یعنی شاعران افرادی هستند که همیشه در جامعه، همیشه با جامعه هستند، همیشه برای رد و بدل، برای مثلا حل و فصل مسائل جامعه، یا مثلا ببینید نیروی اهل زیاد همیشه برای بررسی تمام مسائل استفاده شده. اینجا اشاره به این است که ما جانسپار بودیم در حاجت زمانه یا عزم جانسپاری آسان سپرده ما رو. یعنی اینجا میبینید یک همون تفسیر یک حالتی که یعنی طرف دیگری مثلا هم هست، یا عزم جانسپاری یعنی یا کوشش جانسپاری آسان سپرده ما رو، یعنی ما آسان، یعنی ما برای حاجت زمانه جانسپاری کردیم. و اما مثلا یا ما میگن که یا اینکه حاجت زمانه یا مثلا همین یا کوشش جانسپاری برای ما با آسان است. یعنی ما همین یک انسانی هستیم که همین صداقت داریم که همیشه مثلا برای رفع این مشکلات یعنی جانسپاری کنیم در راه همه مسائلی هایی که به زمان مربوط هستند. یا مثلا میگن راه دراز طی شد در عمر کوتاه ما، یعنی ببینید الان اینجا با اون سال خورده هستیم یا سال خورده ما یک پیوند است. راه دراز طی شد در عمر کوتاه ما، راه فسرده کردیم یا راه فسرده ما رو. یعنی ببینید یک هست که ما از اینکه راه رفتیم، یعنی
یک جوانی که مثلا در 30 سالگی همین اندیشه میگه که یعنی ما یک به راه رفتیم که اون راه ما فسرده کردیم یا اینکه راه ما رو افسرده کرد. ببینید یعنی یک حالی که اینجا دو حالت هست، هم رفتن خود انسان و مثلا انسانی که مثلا راه دراز طی کرده است. و واقعا مثلا شاعرانی که موفق هستن مثل استاد لایق در فاصله مثلا 30 سال عمر خیلی راه رفتن. ببینید راه دراز طی شد در عمر کوتاه ما، در عمر 30 ساله. برای چی راه دراز شد؟ برای که مثلا با شعر، با اندیشه، با فلسفه، با این مطلب هایی که در اشعار استاد تجسم هستند، همین یک احساسی هست که انسان آگاه مثل شاعر آگاهی که هم در خودش احساس میکنه که همین گپ مثلا با باوری، با اعتماد میگه. من استاد لایق هم همین در همین حال، یعنی با یک آگاهی، با یک احساسی بلندی ممکن است که خودشناسی همین مثلا میگن که یعنی در عمر یک کوتاه ما، در عمر 30 ساله ما یک راه دراز طی شد. و اینا بعضا از اون کارهایی که میکنن یا مثلا از اون جهان شناسی که شاعران دارن به همین خلاصه میرسن. ببین راه افسرده کردیم، یعنی از در این عمر کوتاه همه قدر راه رفتیم که این راه افسرده شد. یا این راه چی شد؟ یعنی راه یعنی بسیار عجیب است که همین کلمه فسرده اینجا به معنی، البته من به معنی افسرده نه، یعنی اینجا یک شکلی دیگری در فرهنگ مردم است، فرسوده شدن. یعنی راه فرسوده شد، یعنی از رفتن ما همین راه، یعنی راه فسرده کردیم، راه ما افسرده کردیم، یا اینکه راه ما افسرده کردیم، یعنی ما مثلا خسته جان در این حال کرد. تشکر استاد. شاعر با در این شعر اساساً مثلا در قسمت دوم غزل باز کدام مطلب خود را به بینندگان بیان کرده است؟ یعنی مقصد شاعر چگونه است؟ تشکر. واقعا اینجا ما چون در آغاز گفتیم یک اشعار استاد لایق همیشه ما گمان میکنیم که یک یعنی بارها هم مثلا در صحبت ها، در محفل ها بعضی ها مثلا گمان میکنن که شعر استاد لایق نیاز به شرح تفسیر ندارد. بله. اما ببینید که در زمینی همین یک مطلب های خیلی ساده و روان و صمیمی خیلی از فلسفات استاد لایق تجربه زیادی زندگی در شعر تجسم کرده. من مثلا در دیگر پهلوهای ایجاد استاد لایق هم ما ببینم که مثلا هیچ کس هیچ شاعر به اندیشه من بعد از البته استاد خودشون استاد میرزا حسین در پایه استاد لایق مثلا زندگی مادر کوهستان، زندگی مادر، شهامت و عظمت مادر تصویر نکرد. مثل همین یا زندگی دهه اونچنان مثلا زیبا و اونچنان همون کودکی و بچگی و نوجوانی تصویر نکرد. و در شعر استاد لایق در غزلشون هم در برابر اینکه معنی های نابی مثلا عاشقانه، یعنی غزل عاشقانه خیلی نفوذ دارد، حکمت، فلسفه و اندیشه هم جای دارد. البته این اگر ما از نگاه تحول خود ژانر غزل نگاه کنیم، این چیز این ویژگی خاصی مثلا ورود موضوع های مختلف در غزل که اصلا غزل ما بدونیم که در گذشته غزل یک چیز بود، یک مفهومی یعنی هدیه به بانوان، یعنی همین عنوان میکردن، یعنی خود مفهوم واژه غزل. و از همین خاطر تا مثلا عصرهای میانه بیشتر اساسا در غزل موضوعهای مثلا عشق زمینی و عرفانی جایگاه خاص داشت. و بعدا مثلا در شعر حافظ گاهی در سعدی موضوعهای اخلاق من این اجتماعیات وارد شد و در سبک هندی خیلی نفوذ پیدا کرد. استاد لایق در یک مصاحبه شما گفتن که من از بزرگان گذشته مثل حافظ و سعدی و کلیم و بیدل بهره بردم. یعنی بهره بردن از پیروی چیز دیگر است. یعنی به همین خاطر انمی بهره وری از کلام بزرگان خیلی در شعر استاد لایق تاثیر گذاشت که در برابر مثلا تفسیری احساس خود، احساس درونی خود، احساس عاشقانه، این مطلب های فلسفه زندگی عارفون. بله عارفون. همین ببینید که در این غزل که ما یک مثلا بیت های اون رو بررسی کردیم چقدر مسئله فلسفه زندگی یعنی گذشت عمر انسان با شیوه خاص خود استاد لایق تصویر شد. اینو ببین در پیش چشم خورشید ارچند کم نبودیم، کم دیده چشم کمبین کمتر شمرده ما رو. یعنی ما هرچند که این یک سخن متعلق به یک فردی خود استاد لایق نیست. یعنی استاد لایق در برابر پیش از همه در شعر خود تفسیر عظمت انسان، یعنی انسان که خیلی بعد از ببینیم این همین سلطنت دنیا برای انسان آفریده شده است. در پیش سلطنت انسان مثلا همه چیز هیچ است.
بله اما به خاطر میگن که در پیش چشم خورشید هرچند کم نبوده. یعنی ما وقتی در بوستان درباره ما میاد، یعنی انسان ها، بله انسان در پیش چشم خورشید کم نیست. یعنی در پیش چشم، یعنی کم دیدن، کم دونستن، اینجا به همین معنی است که یعنی آفتابی زندگی مثلا همین واقعی بشریت، یعنی خداوند همین خود انسان است، انسان کامل. اما ببینید میگن که کم دید چشم کم بین کمتر شمرده ما. هر کس از روی زاویه دید خودش نظر میکنه به زندگی، به همین واقعیت. ولی کسی که چقدر کم بین است، کسی که عظمت و بزرگی آفتاب دیدن نمیتونن، و آفتاب در مثال یک مثلا ستاره میبینه، یعنی برایش مثلا عظمت آفتاب. و میگن که کسی که چشم کم بین بود، هرچند که انسان ها در زندگی همین گونه نفوذ دارن، مثلا عظمت دارن، چون که ببینید مثلا میگن که جام جهان نما دل انسان کامل است، مرآت حق نما به حقیقت همین دل است. یعنی وقتی جام جهان یعنی دنیا رو افاده میکنه که همین انسان است، یعنی دلش، همین وجود انسان است. و همین کسی که کم بین است، کم ببینه میگن که مثلا همین حالا هستن، مثلا ببینید همین روز نفرانی هم هستن که مثلا حتی با بزرگان ما، بزرگان گذشته ما، بله حتی ایران میگن یک گروه پیدا شدن که حتی مثلا در مورد همون بیت معروف مولانای روم بحث کردن و حتی با مولانا چسبیدن، همون مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زمان پهلوی. بله و این ببینید که مثلا همین انسانی کم بین هستن، کسی که همون ذره که افتاد دیده نمیتونه. برای همین خاطر میگه که هر چند که ما اینجا سخن انسان هستن، انسان عظمت و شکوه دارد، اما کسانی هستن که در زاویه دید خودشون همون نگاه کوتاه‌بین خودشون میبینن و کم میشمارن. این ببینید استاد لایق چشم کم در بین شعر معاصر ما، در استاد لایق خیلی میگفتن که مثلا همه اونهایی که همصحبتشون رسیدن و شکر خدا که ما هم در صحبت استاد لایق بودیم، فرهنگ زنده میگفتن. یعنی اونقدر واژه‌های از فرهنگ مردم گرفته در شعر وارد کردن که یعنی خدمت استاد لایق در غنای معنوی زبانی زبانی توضیح که امروز ما خیلی بزرگ می‌بینیم. مثلا هم کم بینن و حتی مثلا در بین مردم میگن من با چشم کم نبین. یعنی عباره همین عباره چقدر زیبا در شعر وارد کردن. و در جنبستی همین غزل یک جنبستی بسیار هم با هم فلسفی است. میگن که گم کرده های ما را هر زنده دل بیابد، دل مردگان ولیکن خانه مرده ما. یعنی با گذشتی گم کرده های ما، یعنی انسان چی گم میکنه؟ یکم وقتی که با گذشت هر روز انسان گذشته، یعنی یک روز از بین نیست میشن. فقط این استاد خیلی بسیار عباره واژه مرکب گم کرده بسیار اینجا معنی ها داره. یعنی هر چیزی که همین حتی مثلا در همین در داخلی هر شعر چقدر معنی های نهفته است. همین مثلا که گم کرده ها با معنی که یعنی هنوز کشف نشده. میگن که گم کرده های ما رو هر زنده دل، کسی که زنده دل، انسان زنده دل، یعنی انسان زنده دل کی است؟ همین اصطلاحی در شعر گذشته ما اصطلاح رند است. و همین یکی از صفات‌هاش همین زنده دل است. یعنی زنده دل با معنی اینکه در دلش هیچ نیست، یعنی نه کدورت است، نه غبار است، نه گرد است. و همین زندگی هر چی خیر کس همون خیلی می‌بینن. بله. همین واقعی می‌بینن. برای انسان و همین انسان‌ها قادر هستند که گم کرده های ما پیدا کنن. یعنی این اگر خود یک انسان و خود یک تاجیک مثلا ما نگاه کنیم، در گذشته ما گم کرده های زیاد داریم. بله. یعنی میراث بزرگ ما این همین واژه مرکب گم کرده چندین معنی داره در میشه. یعنی من چقدر نسخه های خطی ما در متش‌توزی ها مثلا سوختن، چقدر ملت ما در مسیر تاریخ چقدر خزینه بزرگش از دست داد. از دست دادن به معنی که اینا هستن در جای هستن که میشه جستجو کرد و پیدا کرد. و هم انسان های زنده دل میگن گم کرده های ما رو پیدا میکنن. ولی افسوس که دل مردگان ولی که خانه مرده ما، کسی که دلش مرده است میگن اینجا زنده دل است. و استاد لایق در مقابل همین کلمه زنده دل کلمه مرده دل است ساخته. میگن یا دل مرده، دل مردگان ولی که خانه مرده ما، کسی که باید خودش بازم مثلا بچه بالا است که یعنی هر کس از روی زاویه دید خودش نگاه میکنه. و اگر مثلا در بالا چشم کم بین است، اینجا مثلا دل مرده است. کسی که دلش مرده است، همین دل مرده هم از فرهنگ مردمی مثلا استاد لایق با شعر کوش دادن، برای که در فرهنگ مردمی ما میگن که مرغ دلش مرده است. انسانی که مثلا یعنی
البته به معنی کسی ناامید میگن، دیگه همین عباره هم هست. و اینجا مثلا اینجا البته عباره دل مرده به معنی انسان های غافل. بله. مثلا اون کسی که در پیش چشم میاد غفلت گرفته است و گمان میکنه که مثلا شاعر مثلا لایق، من ببینید استاد لایق مثلا استاد بازار استاد خانانی یا بزرگای ما و گمان مرده است که اینها جاودانه هستند. ببینید همینجا مثلا اینجا یک نقطه زمینه استاد اشاره به همین رسالت شاعری هم میکنن که یعنی همیشه انسان با گذشت زمانه این شاعران مثلا هرگز مرگ ندارن، چون اینها با ابدیت پیوستند، عمری جاودانه. بله. من میگم که اینجا یک جنبه است بسیار هم زیبا هست که هم فلسفه زندگی انسان تفسیر میکنند و هم یک مطلب هایی که جاودانه و ابدیت انسان با کارنامه های زیبای خود تفسیر میکنند. تشکر زیاد استاد. نهایت صحبتی پرمحتوا بود. بینندگان گرامی ما معنی‌های نو را به خود گرفتند و برای قناعتمند گشتن جهانی معنوی آنها مساعدت کرد. خوش آمدید به برنامه ما. ای اصل دیوان غزل، شاد آمدی شاد آمدی، نقد دل و جان در بغل، شاد آمدی شاد آمدی، بنیاد غم‌ها ساخته جان مرا افروخته، بر قصد صد مکروهیال، شاد آمدی شاد آمدی. بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران، در همین جا فرصتی برنامه ما با خیر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.